Look how hollow Hardy's. فیگور رو بخوایم امتیاز بدیم کاملا مال هادیه. همه رو گرفت. زیر بغل از رو اگر نمای کامل رو نشون بدن این فیگور هم مال هادیه. سامسون یه مقدار حجیم‌تر به نظر میاد اما زیبایی هادی بیشتر به چشم میومد. ساید چست فیگور پس سینه این فیگور برای سامسون داولاس برونه حرف و حدیث. فیگور جفت بازو از پشت هادی کمی به نسبت پارسال بهتر شده اما این فیگور رو با اختلاف درک برد. این فیگور هم ندیده میگیم مال هادی چوپانه. خیلی خوبه. تا اینجای کار هادی چوپان جلوتر از بقیه است و امتیاز بیشتری رو گرفته. گوشه تصویر بهروز هم دیدید. ساید ترایسپس یا پشت بازو از پهلو. Take your eyes on Hadi Choopan doing this شکم shot. و رام. I think he's like the only one that can do like both the vacuum and then این that فیگور pose هم right there. مختص به هادی چوپان. عضلات پا رو ببینید، خیاطه رو ببینید، شکم، مبرمی. Yeah, Martin's like, look at these legs. شاید هم ما تأثیری داریم نگاه میکنیم و به نظرمون هادی چوپان بهتر از بقیه است. I think Martin's pushing Derek in that pose right there. 50,000 نفر همزمان توی لایو. ارادت و صبح بخیر به همه مردم ایران. Keep it going. Come on, Steve. حضور قهرمانان بزرگ ایرانی در استیج مستر المپیا رو داریم. Now they're gonna let Andrew اندرو get some. جک و مارتین Now he gets to فیلدواتر stand next to جا به both جا Nick میشن. and Derek. They're gonna move Nick. Get in your box, he says. He's like, yeah, get in your box. Look at him. He's like, no, move your feet. He's like, yeah, you're not gonna crowd that line.